شاید همه این مدت چیزی رو واسه ارائه نداشتی که اینجا هستی. بذار اینو واسه بازترش کنم. ما از بعد تولدمون یک فروشنده بودیم، ذاتاً فروشنده بودیم و هنوزم که هنوزه هستیم. هر یک چیز رو واسه فروش داشتیم بالاخره. یکی از علم ورزشش رو میفروشه، یکی تکنیکاش رو میفروشه، یکی اون هنرش رو میفروشه، یکی کتاب فروشی میکنه، یکی حتی رویا میفروشه. این چرخه هر روز ادامه داره. توی جامعه زندگی میکنیم که اکثرا کارمندان و کارگران دارن زندگی میکنن و یک درآمد ساعتی دارن و به طور مثال n پوند در n ساعت در میارن. اون n پوند، n تومن یا هر چیزی که هست داره فقط یک چیز رو نشون میده. اون رو نشون میده که تو اون لحظه برای اون شخص مقابل که داری واسش کار میکنی یا به اون شخصی که داری خدمات میرسونی چقدر ارزش داره. مثلا من خودم یه باریستا هستم، توی لندن زندگی میکنم. پولی که در میارم دقیقاً پولیه که ارزشم همونقدره و اگه دنبال پول بیشتریم، دنبال ارزش بیشتری که بخوام ارائه بدم، طبیعتاً باید یک ارزشی ارائه داده بودم که اون پول رو دریافت کنم. فرقی نمیکنه در آینده سیاستمدار میخوای بشی، پولدارترین آدم روی زمین بشی، یک سرمایه‌گذار خیلی خفن باشی، یک فوتبالیست معروف بوده باشی، یک سلبریتی باشی، اون پولی که در میاری باز شکسته میشه تو اون ساعت کاریه که داری و اون ساعت کاریه دارن نشون میدن که تو اون لحظه چقدر درآمد داری. میتونه میلیون ها پوند، میلیون ها دلار یا هر چیزی میتونه باشه. اگه هم داری ساعتی چند صد تومن در میاری، بازم اون همون پولی که باید در بیاری. یه مثال میخوایم بزنیم. تصور کن راننده تاکسی تویی و میخوای از نقطه A یک مسافر رو ببری به نقطه B. این کارو میکنی و در قبالش هم پول دریافت میکنی که یه چیز کاملا طبیعیه و انجامش میدی. پولتو دریافت میکنی و میری. اما قبل از اینکه بخوام وارد این موضوع بشم، دور اطرافتو نگاه کن. اکثر صنایع بزرگ و کوچیک دارن و فرقی نمیکنه کدومشون باشن. یک تفاوتی دارن و اکثر اون تفاوت اون ارزشیه که دارن ارائه میدن. خیلی دارم اینو تکرار میکنم اما خب این خیلی مهمه. یکم برو عقب‌تر و اون راننده تاکسی رو یادت بیار. این کار رو انجام دادی و پولتو گرفتی. یکی دیگه اومد گفت که این ارزشی که من دارم میگیرم چیز خفنی نیست و طبیعتا باید پول بیشتری هم در بیارم. گفت چیکار کنم؟ راه حل پیدا کرد. گفت که یه کار میکنم با یک دکمه زدن بخوایم یک تاکسی رو پیدا کنیم. یه کاری کرد که کل اطلاعات اون راننده، اون امنیت رو برقرار کنه واسه ما. کاری کرد که مثلا دارم میگم حالا قبلا مثلا اگه یک راننده تاکسی میخواست یک مسافر رو ببره، شاید طولانی ترش میکرد که بتونه یک پول بیشتر رو بگیره، اما خب همه چیز رو روشن و واضح نشون داد به مشتریش و این با این ارزش گذاریه باعث شد یک ابر برندی مثل اوبر، اسنپ خودمون یا برندهای دیگه ظهور کنن و تنها تفاوتش فقط اون ارزشی بود که اون تو اون لحظه داشت و هر کدومون هممون تقریبا با این ایده موافقیم. فرقی نمیکنه تو کدوم صنایع، توی کدوم اینداستری، توی چی چیزی باشی. میتونه فست فود باشه، میتونه کارواش باشه، میتونه هر چیزی باشه. تنها فقط یک چیزه. به همون اندازه که بتونی خدمات ارزش ارائه بدی همونقدر پول دریافت میکنی. تازه که داشتم یک کتابی رو میخونم که اسمش دایری آف CEO بود از استیون بالت که به طور خلاصه درباره 33 تا قانون درباره زندگی و بیزنس درباره‌اش صحبت می‌کردم. به نظر من که کتاب خیلی خفنی بود. توی اولین قانونش خیلی قشنگ اینو توضیح داد و گفت که هر آدمی برای اینکه بتونه یک ارزش بیشتر رو بخواد ارائه بده به 5 تا سطح نیاز داره، یا به عبارت دیگه بعد اون 5 تا سطح رو بخواد پرش کنه. اون 5 تا سطح چیا بودن؟ اولیش knowledge، دومیش skills، سومیش network، چهارمیش resources و پنجمیش reputation که میشه دانش، مهارت، ارتباطات، منابع و شهرت. اینا چیزایی که کلا ما نیاز داریم که بخوایم انجامشون بدیم. اما برای اینکه بتونیم اون ستای آخری رو به دست بیاریم، اول از هر چیزی با اون دوتای اولی که دانش و مهارت رو به دستش بیاریم. دانش و مهارت چیزی هستن که باعث اون ساخت اون امپراتوری که دنبالش هستی میشن. و در نقطه مقابلش هم میگه که اگه یک روزی
همه اون امپراتوری از بین رفت، اون شهرتت از بین رفت، اون ارتباطات قشنگی که داشتی از بین رفت. 2 تا چیز واسط میمونن، اون مهارت و اون دانشی که تو داری. و از نظر خودم شخصا بخوام بگم اینه که هر انسانی توی زندگیش یک رسالت رو داره و اون اینه که یاد بگیره و اون چیزی که یاد بده رو انتقال بده و قطعا در قبالش یک پاداشی رو دریافت میکنه. میتونه پول باشه، میتونه ارتباطات باشه یا هر چیزی. امیدوارم که همه ما این کار رو انجامش بدیم. یه جمله انگلیسی هست که میگه The more you learn, the more you earn و ترجمهش میشه همونقدر که بیشتر بخوای یاد بگیری میتونی بیشتر پول در بیاری. اما خب بذار من یه چیز دیگر رو بهت بگم، هر چقدر نخوای بیشتر یاد بگیری مجبور میشی که بیشتر برای یکی دیگه پول در بیاری.